یک تکلیف شد مخلصان عزیز همین دیو پهلوان از نوعه رودکی دو تا غالبیت کردن یا سه تا غالبیت کرد یک تفکوی و خوتی داشت شمادی Salama! Wegi itsina deva! به تمام خب گوش کنید اینجا با تکرار میکنم نوعیه هست که گوشتینش صاف است گوشتینش پاک است گوشتینش عدالت قطعی است حرمت احترام مهمان قطعی است همین دیو پهلوان کدام نفره را ای کدام نقطه نوعیه هست از چیل بولو قطعی میگیره نگاه چیل و از چیل بولو حالا کدام هست مرحمت در نامش یک توفه کلان در هم دارین ماشین با نامش موندگی اگر هم گز نبورم توفه را میتیمش میره افتاد چیل و ای چیل بولو چی مایدونده هر کس باید چی کنده یک کم دارک سن سالی 25 27 29 و دیگه چیل دیگه در گوشین سای مختور 39 ساله های Let's go.
وقت چقدر؟ وقت تمام شده. وقتی اساسی تمام شد 2 دقیقه دیگه مستقیم الهام میکنیم. برای در همین 2 دقیقه الهوگی یکون عمل مستقیمه از طرف مشورت از طرف پهلوان شادی را باید همه بخوری سونم بدونم ورزشگر رو هم بدونم. بچه ها پیشی بد اومده کم طرف کپوتا تو همه ارده کویده قبول های؟ کویده یگای خب با نومی سای مختار و 500 سومونی دیگه موندن کدومی میخواه مرامت خب بنابراین با همین ده پهلوان اینوهای رو که 500 سومونی موندن اینوی مخلصای نوحیه این روبوت کدام طلبگوره مرحمت اینا 500 سومونی دیگه در آموز آبای تمام جره خولی کنه ای برادر ای کورکنای ایوزی خوک گذروندنی بچه ها ایلنتا اسکنه همشا تمام دیگه یکون جفت نیسته تمام قفو تمام جفت نیست یکون خب الان دوتا پهلوانی که در اینجا حضور دارن ده پهلوان علاقه 3 تا غالبیت داره برنامهش 500 سومونی که مخلصای نوحیه نوروباد 500 سومونی دیگه موندن اگر دست درست اگر دست چپ پهلوان جهانگیر است از شهر دوشنبه با طلب ده پهلوان 500 سومون در موندگی هم باید توفه کلان با 300 میده در نومی جهانگیر این دیگه قضیات یا دو 5 دقیقه پس میدان ده مرامت خیلی موضوع پشتی وقت یکون عمل نیست مخری هر دو ورزشگر مساوی از جانب سرداور گیلیم اعلام کرده می شود اینا این مسابقه خارج نمی شوند مدروین اینجا 500 سوم دارم یعنی بود 250 سوم یک میگیرد 150 سوم یک تاش ریزوی به همی بچه ها این دو دن پلا اینجا بیو ایجورا ای بچه اینجا بیو 250 سومی هر شد تقسیم سومون 250 سومون در این برادر ای بچه کرامت رو 260 سومونش در این مهمان مون 10 سومون زیادی تئوریش نبینم بیام بگرم گوشتی میگیرم با اوتیرامی یوتو پهلوان یک خواهش کرد همین صبح قدار بوده است
بین انت جماعت گوشتی میشی.